طبق گزارش‌های رسیده از طرف تیم‌های تحقیقاتی، زیردریایی اوشن که به قصد بازدید از کشتی غرق شده تایتانیک راهی دریا شده بود، با 5 نفر از سرنشینانش ناپدید شده و تیم‌های امداد و نجات به محل حادثه اعزام ای شدند. بابا، این تایتانیک هم که 100 سال ازش گذشته هنوز پول داره رو هلاک میکنه. اکبر. اکبر، مامان، بیا اه؟ نهار. اکبر، اه، مگه من با تو نیستم؟ اه؟ چند دقیقه بعد اه، اه؟